مردم تاجیکستان گفتنی هستند که به هر گروه ها و حزب هایی که به نام اسلامند باور نکنند، زیرا آنها میخواهند بین ما مردم مسلمان خصوصا مردم تاجیکستان دشمنی و عداوت را پیدا کنند تا اینکه به مقصدهای شوم خود برسند. وقتی که یک شخص و یک گروه به نام در حزب اسلامی باشد یا گروه اسلامی باشد، ما باید بدانیم که در اصل یک مقصد، یک فایده شخصی دارد، میخواهد مردم را گمراه ساخته به همون مقصد و همان نیت ناپاک خود برسد. برای همین مردم تاجیکستان را بار دیگر میگویم آگاه باشید از این فرقه ها، از این گروه ها به نام گروه های اسلامی یا که دولت اسلامی یا فرقه اسلامی، همه اینها دشمن ما و شما هستند، هرچند هم در ظاهر خود را اسلامی یا که گروه اسلامی نشان میدهند. چون این گروه هایی که به نام اسلامی هستند در تاجیکستان ما کار و فعالیت دارند، هرچند هم پنهانی هم هست و در کارخانه و کارگاه ها هم هستند گروه هایی که پنهانی کار و فعالیت دارند. برای همه از مردم تاجیکستان خصوصا جوانان خواهش داریم که احتیاط باشند، آگاه باشند، زیرا دشمنان وطن ملت ما و شما در بین ما و شما کار و فعالیت دارند.